سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز اومدیم با یه مسابقه خفن آشپزی دخترها مقابل پسرها. ولی یه قانون سخت داره اینجا. هیچ قرار نیست از کلمه آره، نه، من تو استفاده کنه. تعجب بله جریمه میشه. وگرنه جریمه میشه همون لحظه. چی شده؟ نه قانون داریم، نباید قانون بگیم من تو نه آره نباید بگی کسی. میخوایم کباب تابعی مرغ با برنج درست کنیم، ببینیم که کی خوشمزه تر خوشگل‌تر درست میکنه. تایم بچه‌ها بیاید کجا چیکار میکنید؟ بچه‌ها اینا اومدن. خب تایم درست کردن این غذا هم کلا 30 دقیقه هستش، پس بریم تو کارش. خب بچه‌ها من برام ما اینجام. آره شروع کنید. ببینم داری چیکار می‌کنی. همین مایتوها رو بذار، چرا مایتوها رو روشن کن، پیازا رو اول چوب کنیم. اوه چه پیازی. بازم رو پیازو دست گرفتی. پیازو برای هم زدن اصلا حساسیت نداره. اینو مگه نمی‌خواستین رنده کنیم با این قاطی کنیم؟ من چه خورد کردم. آقا برقو بس کن کون چیز برقی. دیگه این مشکل خودتونه دیگه. بیا اونو بس کنیم. اضافه کاری داشتید. اشکال نداره. من یه لحظه ذهنم رفت. آخه گفتین تابعی. کی؟ بچه‌ها 2 تا جریمه. چه کبابی بشه. به به. ما یه جریمه هم میدیم به دوستان عزیز. دستاتو شستی؟ یادم دستامو شسته بودم. یادته؟ گفتم. شما مربا خوری؟ برای چی؟ چیه؟ صورتم نباید تغییر کنه؟ نه اصلا هیچ ریاکشن خاصی نداره. احساس کنم شکلات خوردی. لیمو ترش بود. شما مربا خوری؟ نباید چیزاشو تغییر کنه. والا بسه؟ آها اونا قابلمه برنج رو گذاشتن رو. خب بذارید شما هم میتونید برنج شما هم گذاشتید که. خب گذاشتید. آقا دمت گرم. من گفتم برای من یه نونم باید بذاری. کی گفته؟ من باختم بعدم باختم. اوه خب آقا میدونی جریمه بعدی چیه؟ 10 ثانیه ادا در بیاری. آره یا اینا کامل انداختن آجی. ما هم کامل همین بر ما خیلی فرق کنه با ما تبریزی داریم میزنیم. اصلا بر من قرار نیست اونجوری تموم شه، اونجوری که فکر کنید. برای کی؟ یا اول خب الان که این داره آماده میشه. ببینید چون داره میپاشه برش می‌داریم. خب چرا اول پهنش می‌کنیم اونو کمش می‌کنیم. الان که داره آماده میشه میریم سراغ جریمه هاش می‌کنیم. متفاوته، بر ما فرق می‌کنه. ما قلبی درش بیاره. می‌خوام بریم سراغ جریمه ها. جریمه چیه؟ کافشاپ چیه؟ شما فکر کن که همین الان بعد 10 ثانیه خب ادا در بیاری بی صدا یا اینکه صدا حیوان در آره همین جان چیشه؟ این دیگه جریمه نیست. بچه‌ها نمیدونید پشت صحنه چه خبریه، چه خبراییه. ما انتظار نداشتیم همچین چیزی ببینیم. بچه‌ها ببینید چقدر مرتب منظم، بعد اینجا رو ببینید. درست میشه اصلا عجب. درست میشه. فکر کنم داریم میرسم تو سوختن. خب یه ذره کمش کن. کمه. همین قابلمه رو میتونی بیاری بذاری روی این تخته؟ مرتب بچینیم. خدایی چه کثافت کاری شد. بیا. یا علی. میشه اونور نگاه کنی؟ همینجور خیلی خلاقیت به خرج بدم یا نرمال؟ خیلی. خب. ما تا چی من رفتیم تو گل. کباب. رشتنه کوبسته. اون یه مشکلی براش پیش اومد. نه جدی مشکلی براش پیش اومد. بعدا تو ویدیو میبینید.
چرا چی شد؟ مشکلی براش پیش اومد. آقا چی شد چیه؟ شکستنه. آره. اه. آره. اما شکستن شما جنازه‌شو میخوایم. میگی بری؟ نه اشتباه. میگه بعدا تو ویدیو چی شد اینم فقط یه ذره میخوام پیدگی تر بشه. فقط خیلی زخیم شد. کاش یه بار دیگه فیلم از اول شروع شه. به قرآن یه برنامه‌های به من یه دوست نه. بخورم. او اینها اینجا هست که بعداً با گوجه دیزاینش میکنیم. بچه‌ها فلفل دلمه خیلی خوبه. ویتامین سی زیاد. ویتامین سی اکسیدان فراوون داره. از سبزاش بیشتر آنتی‌اکسیدان. حتی آره. از لیمو شیرین هم ویتامین سیش بیشتره. حتی کسکه نهو واقعا زیاده. خب برنج آماده شد دوستان. آماده که نشد. گذاشتی رو گاز منظور. دیگه ما میریم برای سرو غذا. امیرجان من میگم این سیب زمینی اضافه‌ای هم که داریم کی میگه؟ سرخش کنیم. آقا میریم برای جریمه بعدی. یا علوم چی؟ برداشت. خالی کسایی هم که باید شده. استفاده میکردن. خالیش هم کردن بچه‌ها. زعفرون حق طبیعی هر دو بازیکن بود. هر انسانی. برای تعدیق ریختم. آقا شما همین الان بدونید که اون برنج زعفرونیه، سیب زمینیه. نگاه همین چسبوندن. نگاه گند زدن. چه خمیری درست چقدر کردن. خوب شده. خمیری آقا درست این میشه کردن. کباب تابعی، اون میشه کتلت. این کوکو سیب زمینیه. جریمتون چی باشه؟ جریمه مثلا این که 3 بار بگیم پشت پستچی خود پستی. پشت پستچی کد 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 پستی. وسطش احتمال داره به شرف من آسیب ببینه. حالا بگو ولش کن برو. پشت پستچی کد پستی. پشت پستچی کد پستی. پشت پستچی کد پستی. پشت پستچی کد پستی. هنوز خنده ها در نیومده. ادامه بده. پشت پستچی کد پستی. خیلی خطرناکه. میگن مستی گناهه. من دقت کردی همشون رو دارن جریمه میشن. آره. کی جریمه نشد؟ کی جریمه نشد؟ یه قاشق نمک بهش بده. نمک. باره دیگه آقا ما جریمه‌مون اینجوریه تنده. وای. بعدی فلفل تازه. آره. راجین پشت پستچیه داشت کار دستم. به یاد تلافی هم باشیدا. یک کمی اومد اون وسط شرف مرد. لیمو فقط اسم داره و رنگ. خوب بود. خب غذای ما آماده شد. برو بابا. خدایی کارو بگیر. بچه‌ها قسمت 2 رو می‌خوایم درست کنیم یا نه و اینکه چی بپزیم کامنت بذارید برامون یادتون نره. سابسکرایب هم یادتون نره، شیر کنید. همین این وقت بگید اینجوری که با ارواح برنامه مفرح در خدمتتون هم. روغن رو تمام می‌کنیم که دیگه به اینا نرسه. جریمه تا اینجا تموم. میتونید چاقو بگید. داریم. هرچی من تو آره نه هرچی خواستید میتونید بگید. آره جریمه بخشیده شد. باشیم. جداً حالا بیشوخی خیلی خوشمزه شده. تازه اونم با این زخامت. آره الان من اینو بعد خدایی دست و بالمون بسته بود. چجوری بسته شما دارید میخورید شامتون؟ آره دیگه. ما اضافات رو داریم میخوریم. چون دیزاینمون ظرفیت محدوده. اضافات. این برنج. فقط تعدیق. تموزیانش رو بخشید. آخ 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 آولش آخ 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 صبر کن یه جوری برگردونیم که ریاکشن های خودمون بهتره. چون بچه‌ها رو مثلا چی شد؟ بابا به به بابا به به بده من. اونم بده. فرچه‌شم ببین من یادش کرده بودم. خب نه بذار باشه. حله. خب اوکی. قهرمان. ممنون مرسی. خدای خوب شد. به به آقا این کجا؟ این کجا؟
برای ما رو یه بچه‌ها. مجرد انگار درست کرد. کامنت بذارید و بگید که رأی شما کدومه. یه بوس بده بابا بعد. ای شلاقم یه شلاقی هم زد تاش قشنگ. اینو خوردم تمام. ببین سیب زمینی ته مزه شده. سیب زمینی که نپخته زیر برنج، ببین دیگه اون برنجه چقدر نپخته. بیاین تست کنیم. فقط داشته باشید که از این برای تست هی از اینجا برمیدارن، بعد برای اینکه اون دیگه خورده نمیشه اونا رو میذارن اینجا. حالا به خود میشه بیاد. بچه الان میخوام یه تصویر جالبی بهتون نشون بدم. کوکوها تموم شده. تفاوت اون بشقاب مونده. آقایون و این تمیزی که خانم‌ها میخورن. ساده. حقیقت خیلی غذای خوشمزه‌ای بود. آره واقعا. مثلا من اصلا کی باشم که با این عزیزان خب بچه‌ها ما من بردیم. تخم مرغ درست کردم. چیه این آشغال؟ غذای خوبی بود. چقدر خوب گفتی. میتونی گل بریزی گفتی یه همینجا. جا. گل گفتی یه یه جا. من نه، بدل. نه. مرسی که تا اینجای کار با ما همراه فکر بودید. می‌کنم غذاشون حتما خوشمزه کامنت شده. بذارید بگید که قسمت دوم درست کنیم یا نه و اینکه چی باشه. مرسی. خدافظ. خدافظ بچه‌ها. این نجاته.